خب بچه ها ما فید ریشه‌شو داریم انجام میدیم. اول ریشه رو انجام میدیم، فید ریشه‌شو. انتخاب رنگ مشتریمون دودی بنفش بود. حالا رنگ سازشو براتون میگم. ریشه رو میذاریم، یه 20 دقیقه میمونه، بعد میریم پایین رو رنگ ساز میکنیم و تموم میشه کارمون. ریشه‌مو فید کردم، حالا توی همون رنگ ساز ریشم آب ریختم، شلش کردم. خب میام از ریشه تا ساقه اینو میکشم. ببین خیلی سریع این کار رو انجام میدم. میکشم و شونه میکشم، میکشم و شونه میکشم. نگاه کنید کامل این کار رو انجام میدم. دوباره میرم لایه بعد. اینو خوب برام هم میزنیم. لایه بعدم رو میگیرم، دوباره از ریشه به ساقه میکشم، فیدش میکنم. میخوام ریشم تیره تر بشه، بالا روشن‌تر. دوباره از ریشه میکشم به سمت پایین. این کارو تا آخر انجام میدم. بعد از 5 دقیقه میشورم کلدمون رو.